زمانی که سکاها به پارتها غلبه کردند، اشکانیان از آسیای مرکزی به هند مهاجرت کردند و به پهلواها یا هندو پارتی ها معروف شدند. Smiles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. دوستان من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم، ما داریم تمام تمدن‌های پیش از ماتا و هخامنشیان رو می‌سازیم. اگه به این جور ویدیوها علاقه دارید سر بزنید به پلیلیست‌های ما و اونها رو ببینید. پلیلیست‌های تمدن‌های پیش ایلامی، پلیلیست تمدن‌های پس ایلامی، پلیلیست تمدن ایلام و پلیلیست مردمان ایرانی تبار. بدون فوت وقت بریم سراغ مردمان پهلوا. زمانی که سکاها به پارتها غلبه کردند، اشکانیان از آسیای مرکزی به هند مهاجرت کردند و به پهلواها یا هندو پارتی ها معروف شدند. پس پهلواها یا اشکانیان از سمت شمال شرق ایران اومده بودند. به گفته پی کارنگی، پهلوها یا پهلواها احتمالاً مردمان پهلوی یا پهلوا زبان یعنی اشکانیان هستند. گیوگ بولر همچنین میگه که پهلوا شکل هندی کلمه پارتاوا به معنای پارت هستش. پهلوا قومی هستند که در متون باستانی هند مانند منو سمتری، پورانه های مختلف، رامایانا، مهاباهاراتا و بریهات سامهیتا از اونها نام برده شده. باهاراتا همون نام قدیمی کشور هنده که باهارات بهش میگفتن. در برخی متون از آنها به عنوان پالاوا هم یاد شده. وایو پورانا بین پهلوا و پهناوا تمایز قائل میشه، اما وامانا و پورانا و ماتسیا و پورانا هر دو رو یکی دونسته و پالاوا میدونه. حالا بریم معنی مختلف این اسما رو بدونیم. توی متون باستانی که نام بردیم مثل رامایانا، مهاباهاراتا و بریهات ساماهیتا که اومده چیه؟ رامایانا حماسه باستانی هندوستانه که تقریبا در بین سالهای 400 پیش از میلاد تا 200 پس از میلاد نگاشته شده. رامایانا که در شهر ماهاباراتا دو منطقه بزرگ حماسی هند رو به وجود آوردن، رکن مهمی در ادبیات حماسی هند به شمار میرن. برخلاف ماهاباراتا، رامایانا تنها به داستانهای رزمی نمیپردازه، بلکه در میان داستانها به آموزه های دانشمندان و حکیمان هندی و دیدگاه های فلسفی و دینی هم میپردازه. نظم رامایانا رو به والمیکی نسبت دادن که در حدود سده سوم پیش از میلاد مسیح زیست میکرده و گفته شده که سرودن شعر رو بی هیچ پیش زمینه و به صورت شهودی و خودجوش آغاز کرده و تلسیداس شاعر نامدار و صاحب سبک هندی که در حدود سالهای 1532 تا 1623 میلادی زیست میکرده هم این منظومه رو از زبان فارسی به نظم هندی مردمی در آورده. مهمترین شخصیت‌های حماسه عبارتند از راما، سیتا، هانومان، لاکشمانا و باهاراتا و رامایانا که از حیث اهمیت و احترام و ارزش همپایه ماهاباراتاست. ماهاباراتا هم سروده‌ای حماسی از سده پنجم یا ششم پیش از میلاد به زبان سانسکریت به همراه رامایانا یکی از دو حماسه تاریخ هندن که ماهاباراتا نوشته ویاسن و گروهی از مؤلفان با بیش از 100,000 بیت بلندترین حماسه منظوم جهانه و قدیمی ترین بخشای منطلق به 400 سال پیش از میلاده و کار نوشتن اون تا سده سوم یا چهارم میلادی ادامه داشته. و منوسمرتی که دوباره یکی از متون دینی هندویسمه که جزئی از سمرتی ها و یا قانون نامه هاست که مهمترین سمرتی ها عبارتند از منوسمرتی یا همون قانون منو، یجنه، ولکیه، سومورتی و نارد سومورتی از میان منوسمرتی ها شهرت دار شده.
منابع کمی که در اختیار ماه میتونیم به متونها و منابع ادبی که در اختیار داریم که در مورد مردمان پهلوا در موردش صحبت شده بپردازیم. در متون پورانه ها پهلواها در متون مختلف پورانه ها مثل وایو پورانا، برهماندا پورانا، مارکندیا پورانا، ماتسیا پورانا، واما پورانا و غیره وجود دارند. فهرست کرفل از کشورهای اوتاراپاتا، بواناکوشا پهلواها رو به همراه تخارها، چیناها، آنگولا کیکاها، بارباراسها، کمبوجیه‌ها، دارداسها، باهلیکاها و سایر کشورهای بخش اودیچیا در هند باستان قرار میدن. بالاکاندای رامیانا پهلواها رو با سکاها، کمبوجها، یاواناها، ملیکجه و کیراتاها گروه بندی میکنن و از آنها به عنوان متحدان نظامی حکیم واسیشتا در برابر پادشاهی ودایی ویشومیترا یاد میکنن. در متون مهابارتا گواهی میدن که پاندو و پوتراناکولا در جریان لشکرکشی به غرب پهلواها رو شکست داده. پادشاهان پهلوا هم در مراسم قربانی راجاسویا، مراسمی که نشون دهنده مقدس شمردن یک پادشاهه، برای پادشاه جدهشتر حضور داشتند. مهاباراتا همچنین پهلواها رو با سکاها، یاواناها، گنداراها، کمبوجها، تخارها، ساباراسها، باراباسها و غیره مرتبط میکنه و همه آنها رو قبایل وحشی خطاب میکنه. اما اودیاگا پروای مهاباراتا پهلواها رو با ساکاها، پاراداها و کمبوجها، ریشیکه ها گروه بندی میکنه و همه رو در اطراف منطقه آنوپا در غرب هند قرار میده. همچنین در مهاباراتا میخونیم این پادشاهان شاکاها یا همون ساکاها، پهلواها و داراداها یعنی پاراداها و کمبوجها در ناحیه رودخانه غربی آنوپا هستند. این اشاره حماسی نشون میده که بخش‌هایی از پهلواها، ساکاها، پاراداها و کمبوجها در غرب هند در نزدیکی ساواشترا یا در واقع ماهاراشترا زندگی میکردن که ماهاراشترا یکی از ایالات هندی که مرکز این ایالت شهر بمبئیه که ما امروز مینامیمش. و پهلواها به همراه سکاها و کیراتاها، یاواناها و اقوام دیگر به کریپاچاریا پسر سارادوات کماندار بلندقامت و توانا پیوستند و مواضع خودشون رو در نقطه شمالی گسترش دادن. و در آخرین متن ادبی در بریهات کاتامنجری از کشندرا نقل میکنه که حدود سال 400 پادشاه گوپتا ویکرامادیپتا یعنی چاندرا گوپتا دوم که اونها به شاهشون اینو میگفتن، زمین مقدس بربرها مانند ساکاها، ملچاها، کامبوجاها، یاواناسها، تخارها، هوناسها و پارازیکاها رو گرفته بودن و یا از بین بردن کامل اونها این عمل رو انجام دادن. دوستان پایان ویدیو رسیدیم. یک سری اصطلاحات به شدت زیاد داشتیم که تو 40 و اندی ویدیوهای قبلیمون اصلا همچین اصطلاحاتی نداشتیم که تماما این اصطلاحات هندی و حماسه های هندی و متون ادبی هندی بودن که به برخیش پرداختیم، ولی اگه می‌خواستیم به همش بپردازیم واقعا وقت نمیشد. یک ویدیو بیشتر نمونده تا مردمان باستانی ایران زمین رو تموم کنیم. امیدوارم که دنی ویدیو لذت برده باشید. اگر من چیزی رو اشتباه تلفظ کردم لطفا منو اصلاح کنید. اگر ویدیوی دوست بسازیم که ما هنوز نساختیم لطفا توی کامنت ها بهمون اعلام کنید و ممنون که با من تا اینجا همراه بودید. تا درودی دیگر شما رو به ایزد منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.